آدمای باهوش هیچ موقع پولدار نمیشن. طرفو میبینی اصلا مغز کوچیک عین فندق مغزش به همه جا میرسه، تو رو میزنه جلو با سرعت 100 تا تو جا موندی. آدمه رو میبینی حرف زدن یومیه‌شو بلد نیست، تو بهترین صحبت رو میکنی، بهترین رفتار رو میکنی، اون میره تو شغلش موفق میشه، تو موفق نمیشی. آدمه رو میبینی حتی کار معمولی که بهش واگذار کردن و توی جایی نمیتونه انجام بده، ولی یه سری اتفاقات براش میفته، بعدم پولدار میشه. تویی که تو همه چی بهترینی، فنیت خوبه، تو کسب و کار خوبی، تو حرف زدن خوبی، تو فضای مجازی خوبی، برات یه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اون آدمی که باهوش نیست، مثل تو نیست، زیاد فکر نمیکنه، انجام میده، عملگره. تو عملگره نیست، تو همش فکر میکنی، تو همش فکر میکنی. چون زیاد فکر میکنی 100% لالوش یه جایی پیدا میکنی که یه نشتی داشته باشه، همونو پیدا کنی بگی به این دلیل من این کار انجام نمیدم. فرق آدم باهوش با یه آدم کم هوش که شما میبینی موفق میشه اینجا. دلیلشون اون عملگرای شما عملگرا نیستید. الان کامل بهتون توضیح میدم. رفقا، به رسم همه فیلم ها سابسکرایب کنید، کانالمون حتما معرفی کنید دیگران استفاده کنن. خواهش میکنم معرفی کنید دیگران هم استفاده کنن. کانال رایگانه، بذارید همه استفاده کنن. یه جا هم گفتم انرژی مثبتشو به همه خودم ما برمیگرده، به شما و به من. کامنت بذارید صحبت کنیم. من یه کامنت بدون جواب داخل یوتیوب ندارم، اینستاگرام کاری ندارم، داخل یوتیوب ندارم، چون اینستاگرام تعداد زیاد نمیشه جواب. و اینکه لایک کنید انرژی میگیرم دیگه، انرژی میگیرم، حالم خوب میشه، این مسئله محکمتر جلو میرم. ممنونتونم، خیلی دوستتون دارم. ببین، آدم باهوشه دیگه، باهوشه یا مادرزادی باهوشه یا خودش کار کرده شده باهوش. از یه جایی به بعد هوشه خوب نیست، واقعا از یه جایی بعد هوشه خوب نیست. ببین هوش از 130-40 به بعد دیگه شما میشی برهوش، یعنی هوشت خیلی میره بالا. مثلا 160 میشه انیشتین، نمیدونم 180 میشه این کره‌ایه، اسمش یادمه، یه کره‌ای داریم 182 اصلا این عجیب و غریبی. اینا میشن برهوش. باهوش میشن خانواده 110 و اینا، 100 تا 110 20. زیر اونم میشه مثلا کمهوش و اینا. ببین اون آدم کم هوشه، شما یعنی تا یه جایی، این اول بگم بعد آدم کم هوشه، شما تا یه جایی یا مادرزادی یا با تلاش و با استمرار و با خوندن و با تحقیق اومدید شدید یه آدم باهوش. اگه جایی بعد که میخوای برهوش بشی، یعنی شما دوباره رو خودت کار میکنی، ذهنت قوی تر بشی، یه دفعه ببینی ای بابا شما داری راهو کامل میبینی، دست خودت هم نیستا. میخوای یه کسب و کاری راه بندازی، چاله چوله هاشو میبینی. میخوای ازدواج کنی، چاله چوله های ازدواج رو میبینی، یعنی قسمت های بعدش رو همش میبینی. میخوای بچه دار بشی، یه اتفاقات میبینی، میگی بچه‌م اینجوری نشه اونجوری نشه، این عزیز دل من نیفته دستش پاش، خدای نکرده از بین بره، فلان میشه. میخوای یه مسافرتی بری، میشینی میگی ماشین خراب نشه، اینجوری نشه، تو راه اون اتفاقا نیفته، شب تاریک، احتمال این خطر است، احتمال اون خطر است. یعنی شما هر کاری میخوای بکنی، چون هوشت از یه قسمتی بیشتر شده، ذات آدم اینه، مغز ما جوری طراحی شده که خطرات رو به ما نشون میده. چون اگه خطرات رو به ما نشون نده که ما اپ میریم زرتی اپ میریم. یعنی من اگر خطر احساس نکنم که آقا من الان اینجا طبقه چهارم یه خونه بلنده که یه طبقه هم پارکینگ داره، یعنی میشه طبقه پنجم، من اگر حواسم نباشه برم بغل این شیشه خونم، میافتم پایین، میترکم، 100% میمیرم دیگه، بخوام اونجا ور برم با اون شیشه. پس ذهن ما جوری اومده طراحی شده میگه اصلا سمت شیشه نرو. حالا وقتی شما باهوش میشی، این هی میاد به شما خطرات نشون میده. برهوش میشی، یعنی تو باهوشی هم نشون میده، تو برهوشی خیلی نشون میده. شما باید با این بتونی مقابله کنی. چون نمیتونی مقابله کنی، عقب میمونی، اون آدم کم هوشه ازت میزنه جلو. اون آدم کم هوشه اصلا به این چیزا فکر نمیکنه، فقط میره تو دل کار، عملگره. بهش میگن فلانی فلان جا میوه فروشی کم داره، تو میوه فروشی بزنی خوبه، چیز مصرفیه فلان. میگه چقدر پول میخواد، مثلا میگه انقدر. یه تحقیقات ریز میکنه، نه اینکه دیگه فکر کنی همینجوری یا علی بلند میشه میره میزنه تو دل خطرها، نه. فکری میکنه، میگه خب بذار ببینیم، یه دوری میزنه، میبینه اگه حرف مثلا 50% 40% درست بود میره میزنه، اگر سرمایه‌اش داشته باشه. حالا شما آدم باهوش میگن فلانی میوه فروشی بزن، اینجا همین شرایط هست، خلوت فلانه، بیا برو. شروع میکنه
میوه فروشی باهوشی دیگه، یه ذره اول روش تحقیق کن. میوه فروشی خرابی داره. میوه فروشی شب باید ساعت 2 برم میدون، خستگی داره. میوه فروشی حتما نیاز به کارگر داره، کارگرش هم اینجوریان که نمیمونن چون کار سختیه میرن، پس باید خودم کار انجام بدم. میوه فروشی سود رو بارش کمه، مثلا سود مثلا کیلوی 4-5 هزار تومان. من چقدر باید بفروشم؟ مثلا به اون کمهوشه میگم مثلا تو روزی 1 تن میفروشی، تو میگی نه اگه 1 تن نفروختم چی؟ باهوشی دیگه، برهوشی. این 1 تن هستم بفروشم انقدرش میره به خرابی فلان بسات، ولی اون کمهوشه میگه من اول 1 تن میفروشم بعد شاید شد 2 تن. تو شما اون 2 تنه فکر نمی‌کنی، از اول این فکر می‌کنی این خراب میشه، این پول کارگر داره، ولش کن من نمیزنم. اون کمهوشه میره میزنه، میبینه همونه که هایپر میوه میترکونه. من واقعا میوه مثال زدم دیدم میوه مثال زدم تو رفاه خودم دیدم، تو رفقام خود من دیدم، به چشمم دیدم. یعنی رفیق خود من همین اتفاقی دارم میگم دقیقاً سعادت آباد براش افتاد. رفیق من یه بچه باهوشی بود، پسرموش یه آدم فوق کمهوشی بود. این میوه فروشی داشت بزرگ. بهش گفتیم که بیا مثلا میوه فروشی بزرگ ما 50. بهش گفتیم بیا برو فلان جا میوه فروشی بزرگتر سعادت آباد بزن سمت میدون کاج، جایی هم دیده بود. یعنی خودش به من گفت همین فلانی یه دونه دوستام خیلی وضعش خوبه، خیلی بعد با شاه فالوده نمیخوره. اینی که دارم میگم واقعا وضعش خوبه، نه الکیا حرف مثلا 1000-2000 میلیارد نیست. الان ما این تورم 10,000 میلیارد تومان این پسر سرمایه داره، من 2 سال بزرگتر. اون موقع مثلا سال 95 یه ملکی داشت میساخت تو سعادت آباد، قول زیرشو به این گفتیم بیا برو بکنش هایپر. حتی اگه بچه سعادت هم فیلم منو ببینه، این میوه فروش اسمش آرازه دیگه، حالا نمیگم که این برو بذار هایپر میوه آراز بزرگ کن فلان. نه بابا این اینجوریه اونجوریه فلان. گفتیم کارگر اضافه میکنی؟ گفت نه بابا کارگر پیدا نمیشه، من بعد الان یه ماشین میرم میدون اونجوری بعد 3 تا برم. گفتم آقا برو بخر، بگو ماشین 2 تا رو بفرستن، چرا خودت یه نیسان هم خودش داشت الانم داره، چرا خودت میری با میوه رو برداری خب بیاری؟ اصلا برو اونجا با ماشین شخصی 3 تا نیسان بگو بفرستن، 3 تا کارگر افغانی اضافه کن، 4 تا کارگر افغانی اتباع اضافه کن. اگه افغانی مثلا رفیقام نمیان، رفیق افغانمون امریکایی اضافه فرق نمیکنه، اضافه کن پول بدی میان. 1000 تا دلیل آورد که همینجا خوبه نگرفت. اون پسرمای گیجش با ارث پدریش رفت گرفت. یعنی گیج که میگم از نظر هوشیه، خدا وکیلی حرف درست نمیتونه، واقعا درست نمیتونه کلماتو بگه واقعا. حتی دیگه این برای قبلا بود، الان دیگه رفت گرفت همونجا رو. اون پسرم داد، اون پسری که میام ازش خیلی توپه، رفیق بچگی ما دیگه، الان کلا اصلا تو ایران هم نیست، ترکیه زندگی میکنه. رفت همونجا رو گرفت، هنوزم همونجاه. اصلا سیستم برگشت، ببین چاق و ولو بود، رفت باشگاه لاغر شد، دندون مندونا رو درست کرد، اصلا یه آدم دیگه شده. پولومنده دیگه، پولومند دقیق. اصلا یه کلمه ما با اون حرف نزدیم، اون خودش فهمیده و رفت گرفت. ما به این گفتیم تو بگی، این نگرفت، این رفت گرفت. در حالی که بابا این خیلی کننده میوه فروشی بود، بهش میوه نمیتونستم بندازم. میوه فروشا میدونن اون باری که تو میدون میدن روشو خوب میچینن زیرش خرابه، به این نمیتونستم بندازم، ولی با اون مینداختم، ولی اون موفق شد چون عملگرا بود. این عملگرا نبود. حالا شما خیلی جا عملگرا نیستید، اون آدم کم هوشه دلیل موفقیتش فقط اینه که عملگرا. یعنی شما عملگرا باشید میتره کنید میرید جلو، خیلی ساده است. اینجوری نیستش که بخوایم بگیم یه چیز عجیب غریبه، یه فنونی داره تو این فنونه اینه اونه. الان یه مثال دیگه هم بهتون میزنم چون با مثال خوبه. ببین یه چیزی بهتون میگم وسط این فیلم. من اینا یا تو لپتاپ می‌نویسم یا میام اینجوری می‌نویسم، یعنی فقط اینا مثلا می‌نویسم دهه 60 یا فلان فلان. می‌نویسم آقا امروز می‌خوام درباره چی صحبت کنم، که من روی می‌نویسم، هر روز میام یک شو میگیرم. بعضی موقع مثلا اینجوری یه روز 2 تا میگیرم. می‌خوام اینو بهتون بگم، من هیچ چیزی از روی کتاب نمیخونم میام به شما بگم، چون شما میفهمید، شما بهتر از من میفهمید. کی میاد توی یوتیوب یه چیزی فقط خونده محتوای زرد بسازه که یه پولی بگیره از یوتیوب؟ یه کسی که میاد واقعا تجربه‌هاشو میذاره در اختیارتون. ببین من فقط اولشو که میخونم فقط چیزی که به درد شما بخوره رو فکر میکنم، اینجا مینویسم یا تو لپتاپ مینویسم. بعد همونو من چون اتفاق واقعا برام افتاده، الان بهتون مختلف گفتم با مثال میگم، چون اتفاق افتاده با مثالش بهتون میگم، واقعی بهتون میگم. یعنی مثالایی که من میزنم شما فکر کنم از خودت اتفاق افتاده، همه واقعیه، اینجوری نیست تو دل داستانا و کتابا در اومده باشه.
یه چیزی خونده باشم بیام اینجا حفظ کرده باشم بخوام بگم. من بدون یه دونه ادیت فیلم میگیرم. خودتون میبینید یه لحظه صدای من نمیره بیاد، یه لحظه، یه ثانیه. 10 بار اینو گفتم. اول یه دکمه رو میزنم میشینم اینجا، تهش هم دکمه رو میزنم، تمام شد. اون سر تهش بعد قطع میکنم. مثالا واقعی قشنگ گوش کنید. ببین من سال 87 که تازه واسطه گری رو شروع کرده بودم، 86 2 سال از وسط تا 86 من دستفروشی میکردم، وسط 86 واسطه گری شروع کردم. 2 سال و نیم من واسطه گری میکردم تو بازار تهران. واسطه بودم دیگه، جنس اینو میگرفتم به اون میدادم، جنس اونو میگرفتم به این میدادم، جنس تولیدی به اون یکی میدادم، پارچه اونو به این میدادم، بعد واسطه گری کفش میکردم، کفش اونو میگرفتم به این، هر چی میومد دستم میدادم جز مواد غذایی، هر چی میومد دستم میتونستم بفروشم میفروختم. ببین اون موقع من با یکی کار میکردم، بعد اینا 3 تا داداش بودن، یکشون تولیدی وای میساد، 2 تاشون در مغازه وای میساد. بعد اینا شلوار لیف فروش بودن، اصطلاحا پایین تنه فروش بودن، ولی بالا تنه رو من از جای حالا خیلی ها دیگه و من نمیدونم اون نفرات واسطه بودن. مثلا ماها میگرفتیم میدادیم بهش، بودیم آقا اینم بفروش، حالا پول ما رو بده، ما از جایی میگرفتیم میدادیم. یعنی ته بی‌نظافت و کثافت و کثیف و اینا آخرش اینا بودن. یعنی اولش نتونستم کلمه پیدا کنم، واسم یه چیزی که دهنم پر شد بگم نه. خیلی آدمای شلخته و کر و کثیف و اصلا یه سیستمی الان نیستن. الان در اومدن رفتن زدن ساخت و ساز و ازشون خیلی خوب شده. اون چیزی که من شنیدم و من 3 سال پیش شنیدم و دیدم یه پروژه‌ای که اینا داشتن میساختن. یه جا رد شدیم گفتن این برای فلانی، یه پروژه عظیمی داشتن میساختن سمت چیتگر، منطقه 22 تهران، ته همت چیتگر. بعد ما به اینا کار میدادیم و کار میخریدیم، خودمون میگرفتیم اینا، واسطه‌گری میکردیم میدادیم به اینا. من همون جنس رو به خیلی آدمای دیگه هم میدادم، مثلا جز اینا جنسی که میگرفتم به 10-12 نفر دیگه هم میدادم. به اینا میدادم با اینکه مغازشون کرکسیف بود، خودشون ژوله پوله بودن، اصلا نوع چیدمانشون تو بازار خوب نبود، حرف زدنشون خوب نبود، میفروختن جای دیگه نمیفروختن. این همیشه برای من سوال بود، خدایا اینا چطوری کار میفروشن بقیه کار نمیفروشن؟ کی فهمیدن؟ اینا به من حسابم ندادن، من اذیت میکردن، خیلی من اذیت کردن، یعنی واقعا من اذیت کردن. من بچه سال یه روز خیلی اذیت شدم، رفتم پیش این کسایی که باش کار میکردم، گفتم حاجی فلانی از آره، گفتم میشناسی؟ آره میشناسم. گفتم حاجی این حساب من نمیده. گفت چرا نمیده؟ گفتم الان 4 ماه امروز فردا زنگ میزنم جواب نمیده، میرم اونجا میگه الان نیستش فلان، خودش هست میگه الان با یکی کار دارم برو. اون روز خیلی شاک شدم، گفتم حاجی این من اذیت داره میکنه. خب به نظرت من چیکار کنم؟ گفت به نظر خودت چیکار میکنی؟ گفتم به نظر خودم منم دعوا کنم ازش بگیرم. یه خندید، گفت کم داری؟ گفتم حاجی چیکار کنم؟ نمیده دیگه. گفت بری دعوا کنی؟ گفتم آره. میرم اونجا، خب بالاخره با شامورتی بازی و کلی بازی و فلان و بسات همه چیزشم یعنی تو کله خودم دیگه نوشته بودم. گفتم دعوایی دادگاهی پاسگاهی بعد پول عینا بگیرم، هر جور شده بعد بگیرم، چون تولید کننده به فشار می آورد، هر جور شده بعد عینا بگیرم. بچه سالم بودیم ما هم، بچه جنوب شهر، بالاخره ذاتمون به دنیا اومده جاده ساوه اسلام شهر، بالاخره اینا تاثیرگذاره دیگه، منطقه رو تاثیرگذاره تا اینکه بعدن شما با نفرات جدید آشنا بشید. آخه بچه جنوب شهر بودیم فلان، یه سیستم خاصی داشتیم. گفتم میرم میگیرم، نهایتا زد و خوردم بشه زنگ میزنم رفیقام میان. اون موقع مثلا حالا چند تا رفیق داشتیم، حالا هیچ کدومشون هم دعوایی نبودن، بدتر من دارم اینا رو میگم، ولی زده بودم سیم آخر که بگیرم. این به من گفت نکن این کارو، گفت اونا کاسبای موفقی هن. چرا پول تو رو نمیدونم؟ نمیدونم چی اذیت مواجه. گفت برو بشین پیششون، جای اینکه دعوا کنی تو الان جای نشستنت اونجا بازه، برو بشین پیششون ببین چی کار میکنن که انقدر کارو خوب میفروشن. گاه شاید تو حالت عادی بری بپیچوننت، ولی طلبکاری دیگه، برو بشین، ولی طلبکارانه نشین که بخواد بحثت بشه. با خنده و فلان حالا نشستم پیشتون رو ببینیم چی میشه، داداشت بیاد نیاد، برو بشین. گفتم باشه. ببخش دماغ شاجی. گفت برو بشین حسابت هم میدن، موی دماغشون بشی با ادب بهت میدن. گفتم باشه.
من دقیقاً پس فردای اون روز شنبه بود این حرفو من میزدم، دوشنبه رفتم پیش اینو سلام علیک دوباره اینو من خواستم بپیچونم، گفتم که ساعت 2 بعد از ظهر هم که اب نره من کاری هم ندارم دیگه، حالا میشینم پیش شما ببینیم چه خبره، خستم اینو. گفت باشه بشین، خیلی هم مثلا روی خوش و اینا. اون موقع هم حدود 9200 من اینا طلب داشتم، بعد 9200 پول بودا، 2 تومن هم میذاشی روش 200 صفر می‌خریدی. 9200 مال منم نبود، مال دیگران. بعد اینجوری بود که مثلا می‌خواست پول به ما بده 200,000 تومان 100,000 تومان اون سال میداد، 100,000 تومان 200,000 تومان، مثلا چکای 400,000 تومانی اینجوری هم مشتری جمع می‌کردیم، 300,000 تومان 400,000 تومان 200,000 تومان، مثلا چک 1,000,000 میداد کپ می‌کردی. اون سال اینجوری بود، دفعه 20 فقره چک میدادن برای 9 میلیون حساب دادن. آقا من نشستم پیش اینا، تو این چند وقت که نشستم تقریبا هم پولم هم گرفتم و 2 هفته خورد خورد بهم دادن. دیدن آقا من هر روز اونجام، واقعا هر روز اونجا بودم، هفته شاید یه روز نمیرفتم چون همش بازار بودم، پنجشنبه ها نمیرفتم، بقیه روزا هر روز میرفتم سلام علیکم، یه ساعت نشستم پیش اینا مثلا یه سلام علیکم، یه ساعت کمش بود، بعضی وقت 2 ساعت. آقا نهار میخوردم، من با اینا نهار میخوردم، چای میخوردم، چای میخوردم، میوه دیگه همش اونجا بودم دیگه. اینا هم دیدم من موی دماغ شدم دادن. اون حاجیه میدونست چیکار کنه. حالا جز اون حساب گرفتنه، چون به اون عقلش میرسید، اون یه حاجیه یه سن و سالا بود، به من گفت ببین چیکار میکنن. به خدا قسم تنها کاری که اینا میکردن کارو خوب میفروختن با بقیه فرق داشتن این بود. من میدیدم مثلا واسطه میومد سلام علیک میکردم، گفت تیشرت میخوای، مثلا پیرنه رو میخوای، تیشرت میخوای، میخوایم ببینیم، به هیچ کی نمیگفتن نمیخوایم. خیلی گفتن نه نمیخوایم، بازار نشه حساب شما، نه نمیخوایم، برو برو حال داری یا بازار نریم کارو بکنیم. آره بیا کارو میورد وا در میورد چند مثلا اون موقع میگفتش که 1800 تومان 1700 تومان اون زمان. یه نگاه که کار یه ذره احساس میاد به درچون میخورد، میگفت مثلا چند وقته میدی، طرف میگفت اون موقع همش ربات چک بود دیگه، میگفت مثلا 6 ماه، میگفت 6 ماه یعنی حالت نقدش بود، بهترین حالتش بود. نه من یه ساله میخوام، چند تا داری ازش؟ یارو شل میاد، نه اینقدر، میگفت برو بردار، می آورد. اینا کارو میگرفتن دیگه، طمع نمیکردن قیمت بالا بزنن. اون موقع با 200 تومن کار میفروختن، با 150 تا تک تومن کار میفروختن، با 400 تومن کار میفروختن اون سال. مثلا من یادمه من خودم پیرم بهشون داده بودم 3800، اینا گذاشته بودن 4300 با 500 تومن، طرف بود با 1500 تومن می‌خواست بفروشه. فقط کارو میگرفتن، درجا هم دیگه نمیگفتن آی این گوری کنم، نمونه ها رو میچیدن رو همینجوری یه میز داشتم مینداختن روش، یارو میومد تو سری میچسبیدن به یارو، آقا این پیرنم تازه برام اومده ارزونه فلانه بساط، این تیشرت تازه شلوارم که خودشون تولید می‌کردن. مثلا طرف میگفت پیرنه چند، پیرن من 3800 گرفته بود، 3800 فروخت، من اونجا بودم. بعدن یه بار ازش سوال کردم، اسمش سعید، گفتم آقا سعید چرا 3800 فروختی؟ گفت بابا من با تو چند وقته صحبت کردم. گفتم آقا سعید 8 ماه صحبت کردی، اگه ان شاءالله بدی. گفت 8 ماهی که نمیدیم، یه ساله است. گفتم خدا برکت بده. گفت من یه سال پول دستم میمونه، 1 سال پول دستم میمونه، این پوله رو میگیرم با این پول 10 تا کله ملق میزنم. اینجوری اون موقع فهمیدم مثلا 1000 تا کار من بهش داده بودم، مثلا 3800 1000 تا میفروخت میشه 38 میلیون. 38 میلیون اون موقع خیلی پول بود. حالا یه دونه من بودم و خیلی های دیگه هم بودن، مثلا من 1000 تا که 38 میلیون به این داده بودم، 9 میلیون از حسابم مونده بود، 9 میلیون 200. اینا اینجوری بودن پیشرفت کردن رفتن تو سوخت و خساس. خیلی هم بودن کار میدادیم این سرش کجه، این سرش کجه، این یه دونه نخش اینجا زده بیرون، این یه سایزش کوچیک، نمیخریدن، همش اساس بودن چیزی هم نداشتن بفروشن در مغازشون. بابا باید جنس باشه مشتری بیاد بخره دیگه، ماچی نیستش که نمیاد بگه من یه دونه ماچ کن بیا این پول بابتش، یا من تو رو ماچ کنم پول بدم. جنس باید باشه، عملگرا باید باشه، حرفم عملگرا بودن. عملگرا باشی اتفاق میفته، آدمای باهوش عملگرا نیستن. اونایی که تو بازار من جنس کم میگرفتن اینا همش به آینده منفی و بد فکر میکردن. نمیگم سامورایی برید تو دل خطر، نه، میگم اون چیزی که خیلی از شما احساس میکنید از دیگران خیلی بهترید ولی براتون اتفاق نمیفته، اون چیز به خاطر اینه که شما آدم باهوشی هستید. اگر ایمان دارید باهوشید، همش دارید قسمت‌های بدش رو نگاه میکنید. نه، اون آدم کم هوشه عمل میکنه، مثل این برادرانی که من دارم میگم که اسم یکشون سعید بود. الان تو منطقه 22 یه سازنده گردن کلفتن توی خیابون امیرکبیر. خیابون امیرکبیر اونایی که منطقه 22 رفتن چیت کرد میدونن چه خیابونیه، چه قیمتی داره. چیزی از سعادت آباد قیمتش کم نداره. سعادت آباد مثلا منطقه 2 3 و 4 و 5 تهران اصلا، حالا یک نه، از 2 تا 5 شما بخوای مناطق رو بگیری
این منطقه 22 خیابان امیرکبیر قیمتی همونجور چیزی کم نره، الان متری 20 میلیون ارز می‌کنه، اینقدر گرونه. اینا سازنده اون داشتن. عملگرا باشی کم هوش هم باشی به همه چی میرسی، باهوش باشی عملگرا نباشی به هیچ چی نمیرسی. این دیگه کلیت حرفه بود. اگه میبینی کسی اون اتفاق براش میفته که تو میگه ای بابا این اصلا ما مسخرش میکنیم، بچه بود میزدیم تو سرش فلان، دیگه ولش کن. اون رفته عملگرا شده، تو داشت الان تو عمل نکنی و برای اون کارگری کنی، ولی عمل کنی تو به هر جایی که میخوای میرسی. دوستتون دارم از صمیم قلب. گفتم این فیلم هم بگیرم بدونید. دو تا مثال قشنگ زنده هم براتون زدم که بدونید ربط زیاد به هوش و اینم نه، بیشتر به اون بعد شما عملگرا باشید، عمل کنید اتفاق بیفته. دوستتون دارم از صمیم قلب. دلتون خوش باشه، شب و روزتون خوش باشه. به قول روحان پسرم میگه بابا تو عشق منی دمت گرم، شما عشق منی دمتون گرم. دوستتون دارم.